کورتوا یا تروبین؟ کورتوا. بابا ولی گل با سر پدر- نزد همین. که زد عزیزم سوپر سی نکرد که همین. بابا کورتوا چی اگه گلر بود از خدا گلر تو گل پولت. نمیخورد آسنسیو یا اوتامندی؟ اوتامندی با عظمت اسنسیو. بابا بریم آقای ایرانیه نگاش کن هویسن یا توماس آراوخو؟ قطعا کاکام هویسن. بدم یا هویسن بدی باز هویسن. هویسن بین هویسن. بد و بدتره والورده یا امارددیچ؟ قطعا والورده. کار کاکام خوب بود بدیم بابا خدا تو نه شوخی کردم هیت ندیان والورده. کارراس یا سامولدال؟ قطعا کار راست. خیلی متنفرم ازش ولی قطعا کار راست. ولی باز بین بد و بدتر همون قبلی کار راست. شوامنی یا اورسنس؟ شوامنی. ببین اگر با گلر مقایسهش میکرد قطعا شوامنی ولی خب بازم اینجا هم شوامنی. شوامنی گولر یا بریرو؟ گولر. بریرو بابا بریرو درسته این بچه خوشگله بازم از او بهتره قطعا آردا. کاکام آردا. آردا خوبه فقط بلا بلینگام یا سوداکوف؟ قطعا بلینگام. وای که بلده ولی بابا خب باز بلینگام. بلینگام بابا در حد بلینگام. هافبکای آماتور خوبه بلینگام. بلینگام رودریگو یا شیلدورپ؟ بابا دو گل نزد به تو رودریگو. دو گل نزد به الان تو شانس من نه، با آقا، با من از بازی رو در رو چون دو تا گل زده تو فقط. بازی رو در رو میگم وینیسیوس یا پرستیانی؟ قطعا وینیسیوس. بینی وینیسیوس. برزیلیا بی خاصیت بینی امباپه یا پاولیدیس؟ این خود دیگه بابا. مشخصه. بابا لعنت اصلا نکن. کسی که این اگر تو رئال بارسا بود قطعا میتونست رای رم. امباپه میره و رم بش نکنید رم بش نکنید. این بارسایی کثیفه. آربلوا یا مورینیو؟ جوزه یه برادرم کاکام جوزه. اصلا این بوز رئالیه. کدوم رئالی سابق